ضمن نشست گفته شد که باعث افتخار است که در سال تحصیلی 2024-2025 82 نفر دانشجویان و ماگسترانتان دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نمودند. وابسته به طلبات زمان و مکتوب ارسال نموده مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر دوشنبه در دانشگاه 6 اختصاص نوی مطابق به طلبات خدمت رسانی شهری برای سال تحصیل 2025-2026 تشکیل کرده شد. این هم باشد مالیه بازار اموال، اقتصادیات و مالیه کارخانه‌های خواجگی شهر، اقتصادیات و مالیه خواجگی منزلی و کمونالی، منیجمنت لایحه‌های رقمی، اقتصادیات سبز و اقتصادیات. دانشجویان دانشگاه در آزمون‌های سطحی جمهوری و بین‌المللی شرکت ورزیده صاحب دستاوردهای ارزنده شدند و در بین 43 مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عالی کسبی با به دست آوردن 5 جای افتخاری مقام چهارم را کسب نمودند. دانشگاه با 6 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی خارج کشور سازشنامه‌های همکاری را به امضا رسانیده در دایره آن 22 نفر استادان دانشگاه در شورابین‌های سطحی بین‌المللی از جمله در فورum‌ها، سمینارها و کورس‌های تکمیل اختصاص تبادل تجربه نموده 11 نفر دانشجو در دایره سازشنامه‌های مذکور به دانشگاه‌های خارج کشور فرستاده شدند. طبق اطلاع عین زمان در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان 6 فاکولته، 17 کافدرای تخصصی و 8 کافدرای عمومی دانشگاهی فعالیت نموده از روی سمت‌های گوناگون متخصصان ساحه مالیه، انداز، بانکداری، اقتصاد، تکنولوژی‌های اینوواسیونی و کمونیکاسیونی و حقوق اقتصادی را آماده می‌نماید. شماره عمومی دانشجویان به سنه 20 می سال 2025 8085 نفر را تشکیل می‌دهد که از این شماره 4393 نفر دانشجویان شکل تحصیل روزانه با در نظر داشت 152 نفر محصلین زینه ماگستراتورا و 3692 نفر تحصیلات فاصله می‌باشند.